من دیگه میخوام پستامو کوچیک‌تر درست کنم. چرا؟ چون میخوام مفهوم‌ها قابل درک‌تر باشه. شما میری کار می‌کنی، شروع می‌کنی زندگی کردن. یه سری اهداف برای خودت برنامه‌ریزی می‌کنی و برای اون هدف شروع می‌کنی بیشتر کار کردن، بیشتر پس‌انداز کردن و مخارجت رو به حداقل رسوندن. این وسط قبل از اینکه اون هدف تیک بخوره، یهو میزنه و یه خرج اضافی میاد توی زندگی و تمام اون پولی که پس‌انداز کردی رو می‌ذاری برای اون خرجه. مثلا میزنه ماشینت خراب میشه. نمیدونم خدای نکرده تو تصادف می‌کنی، قرار پول بیمارستان بری و چرا این اتفاق میفته؟ توی همه ادیان بچه‌ها در مورد یه خدا و یک شیطان صحبت شده. خدایی که آفریدگاره و شیطانی که گمراه کننده است. شیطانی که قسم خورده که گمراهمون کنه و نذاره ما بفهمیم زندگی چیه. الان من به شما میگم که شما دو تا مسیر توی زندگی داری. یکی از اون مسیرها 99% درست یا خوبه، یکی از اون مسیرها 1% درست یا خوبه. شما کدوم رو انتخاب می‌کنید؟ درسته همه ما الان میگیم ما راه 99% رو انتخاب می‌کنیم، ولی ماها ناآگاهانه توی مسیر 1% هستیم و همچنان پافشاری می‌کنیم توی همون مسیر 1%. همون که بهمون میگه انرژی مثبت داشته باش، خودت رو دوست داشته باش و بیشتر کار کن و اهدافت رو مشخص کن و یه چارت برای زندگیت بساز. توی زندگی که ما از یک ساعت بعد خودمون خبر نداریم، ما حتی نمیدونیم یک ساعت دیگه زنده هستیم یا نه، چجوری میتونیم یک برنامه‌ریزی برای یک سال داشته باشیم؟ اگه بخوایم معقولانه نگاه کنیم، جسم ما چیزی که ما تونستیم بشناسیم از خودمون شد 99% انرژی و 1% ماده. و ما گفتیم مغز ما درسته، سلول‌های ما، اتم‌های ما هر دو تاشون متشکل شده از اون 99% و اون 1%، ولی ماها میگم ناآگاهانه همش اون 1% رو داریم زندگی می‌کنیم. اون 1% که داره توی مغز ما به ما دستور میده، بر اساس آموزه‌هایی که دیده دستور میده که ما باید اهدافی مشخص شده داشته باشیم. حالا چه بهشون برسیم چه بهشون نرسیم، ولی ما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم. معقولانه نیست. اگه بخوایم معقولانه در نظر بگیریم، ما رسیدیم به 99% انرژی و 1% ماده. درسته؟ واحد اندازه‌گیری انرژی یکی از واحدها کالریه. ما کالری زیادی وارد بدنمون میشه و اون کالری رو نمیتونیم ازش استفاده کنیم و خب در راستای کاری بالاخره اون رو خرج کنیم. کالری روی هم میشه چربی و ما چاق میشیم و ما مریض میشیم. خب چرا من میام 99% انرژی اون اتم رو نبینم و از اون 1% که دیگه واقعا نایی برای ادامه زندگی نداره و همش ناامیده و باز استارت امید رو میزنه استفاده کنم؟ چرا؟ بذارید من اینجا سه چیزا نوشتم. یکم بیشتر فکر کنید، پس بعد بهتون میگم. شما 1% رو انتخاب میکنید یا 99%؟ کدوم این چرخه باطل انقدر ادامه پیدا میکنه تا تو بفهمی که نیومدی روی زمین که موفق بشی. شاید تو موفق به دنیا اومدی، تو فقط اومدی خودت رو بشناسی، بدونی کی هستی. فکر می‌کنم این حرفم یکم کلیشه‌ای شد، ولی حقیقت محض همینه که تو موفق به دنیا اومدی. تو اصلا وظیفه‌ای نداری که موفق بشی. تو اصلا موفقیت رو در چی می‌بینی؟ درست می‌بینی آیا؟ بعد می‌بینی اون مغزی که الان داره بهت میگه این خانم داره اراجیف میگه همون 1%. اون مغزی که الان داره بهت میگه نه بابا اینو دیگه دنبالش نکن، بیا یه راه دیگه بهت نشون میدم، این دفعه باشگاه هم برو، این دفعه ساعت 5 صبح شدی، ساعت 5:30 صبح شو، این دفعه برنامه یه جور دیگه است. اونم همون 1%. حدود حقیقی، اون حدود مطلق، اون 99% انقدر صبر می‌کنه تا تو بیخیال این 1% بشی و برگردی. تو اصطلاح عرفا بهش میگن به خونه برگشتن. تا دیگه دلت نخواد توی این سفر 1% باشی و برگردی به خونه. مانع تو نمیشه، 99% هیچ وقت مانع کارای تو نمیشه، ولی گاهی اوقات نشونه‌های دلش به حالت میسوزه. یه سری نشونه‌ها توی زندگیت میاد. مثلا من یه دوستی داشتم می‌خواست ازدواج کنه. در محضر وقتی مثلا آقا می‌خواست مرد رو بخونه، برادر اون مرد، اون آقا که اومد دوست منو بگیره، شروع کرد به داد و قال کردن که آقا مهریه نه انقدر زیاده، چرا؟ چون بزرگترین آقا منم. اون روز حذف نشد همه چی. آره اون روز چیزی حذف نشد، ولی بعدها همه چیز حذف شد. چرا؟ چون اون دوست بنده خدای من قشنگ متوجه شد که این آقا یک پسر بچه‌ست با حرفاش، با رفتاراش، و حذف شد. میگم که اگر ما چشممون رو باز کنیم، اون 99% همیشه دلش به حال ماها سوخته و نشونه‌هایی توی زندگی ما آورده و ما باید نشونه‌ها رو ببینیم. بذارید